قبول قرار سرور دولت از 8 آگوست سال 2020 تحت رقم 4798 دایر به همه‌جانبه رواجانیدن ناحیه سوخت از جهت اجتماعی و اقتصادی در دوره سالهای 2020-2021 صحیفه نو را در راه رشد ناحیه گشاد گویم اصلا خطا نخواهیم کرد. ذاتاً نسبت یک ناحیه دوردست رسولی که اینقدر اعتبار ظاهر نمودن از جانب سرور دولت واقعی عالم شمول تاریخی نیست به حساب می رود. برای از بین برداشتن آن کمبودی و معما و مشکلاتی که خلق ما را به گرداب خود گرفته بود از جانب دولت قریب 1 تریلیون سوم مبلغ روانه کرده شد. سال 2020 در ناحیه‌مان در از این قرار بسیار کارهای آبادی و آبادانی و بنیادکاری ها به عمل برآورده شدند. امسال باشد این گونه کارهای خیر و نیک دوام منطقی خود را خواهد یافت. یکی از انشاءات بزرگی که در حیات خلق سوخت موقع مناسب دارد این ساختمان استانسی نساسی آب قیراق به حساب می رود و در نتیجه به کار درآمدن این انشاءات قریب 1,500 هکتار زمین های لب‌تشنه موضع قیراق آبیاری می شود. دایر بر رواجانیدن موضع قیراق نقشه های آینده ساز نیز کشیده شدند که این باعث منفعت داری خلق سوخت خواهد گشت. چون میدانید استانسی نساجی قیراق در 2 نقطه ساخته می شود و آب دریای سوخت توسط اگریگات های پر اقتدار با بلندی دویی میبراید و از این بنا که علاقه در بلندی قریب 300 متر از سطح دریا ساخته شده است آب حیات سوی موضع قیراق راه میگیرد. با تشبث حاکم ناحیه سید بهرام سید مصایف و کنگش نورانیان ناحیه یک گروه پیران مستفیدان و نورانیان سوخت برای تماشای این موضع نوبنیاد سفر بر کرده شدند. این گوسیل حاکم ناحیه با نورانیان هم صحبت شد و قید نمود که از اعتبار سرور دولت باید منتدار شد چون که این گونه کارها امسال در ناحیه‌مان با جد و جهد دوام خواهند یافت. امروز من خیلی که 2020 سال محترم پرزیدنت فرمانشان کردی برای سوخت یک اساسی آدم‌های برای بکار تامین کردن قرار اساس استانسیش سر کردنش پلان اجرا شده است. من حاضر ما دیدیم که 90% کار البته به اتمام رسیده است. همین تا آخر سال البته این کار با آخرش میرسد. یعنی این گفتن گپ 1,500 هکتار زمین قیراق آباد شود اگر 1,500 همون یوشوی سوخت با کار کتی البته 1 هکتار گرانت تامین میشد یا اینکه اگر 50 سقط کیم اگر 3,000 تا سوخیان جوانان کار کتی تامین میشد با همین 400 هکتارش به گندم کاشتن ممکن 200 هکتارش زمین کشت کارتوشکا دیگه خیلی یک نظارت خود قشتا کاشتن ممکن دیگرش پستا بادام باغ کردن با البته هم تمام سوخیان میدونن شرایطی هست. البته از نام تمام نورانی سو با پرزیدنت ما مناداری کلان اظهار میکنیم. ما البته سوخیان من باوری کامل دارم که حال بسیار همون 2020 سالانگی پلانوی من همش کم در آب نه فقط آبیاری دیگه کارهای ساختمان و سوخت شدگی البته همش اجرا شده استوده است. البته این کارا باز هم دوام میکند. گروه نورانیان از مرکز ناحیه با اتوبوس سوی استانسیه راه گرفتند و ما را در میدان انشاءات رهبر جمعیت سهامی مسئولیتش محدودی سوخت گدرق قرالش خلیل جان عمرف پیشواز گرفتند. رهبر ساختمان نورانیان را با انشاءات‌های ساخته شده شناس کرد و تاکید نمود که این انشاءات در حقیقت بزرگترین در ناحیه به حساب می‌روند. همین باعث ساختمانچیان نیز جواباً به این اعتبار در کار بنیادکاری به جزئیات خردترین این کار نیز اعتبار می‌دهند. یعنی حرکت دارند کارها را هرچی با صفت به انجام رسانند. ما تا با امروز یکم کوترما دیم کوترما میگویم طول بینوش برای فایده‌دانش و پرگی فایده تیاره. من هفته گذشته استانسیه به استفاده شد. استانسیه یکم دیم پدیوم هر چند با فایده‌دانش سپرده شد. حوزه آبگیری دایره پیش داشته برای uzluksuz آب تامین کردن. بی‌تنفس. بی‌تنفس تامین کردن تیار کرده
тай ایستاده است اون قزقیان اساس سازه سویچ تو باش دهید نشدن من امروز می‌بینم که اوستاها اومد از دیگر شهر نو ولایت اومده با وصل قبورها نیز مشغول میشوند و علاقه در پادیوم دویم نیز بینا ساخته شده و انشاءاتی که برای آب را پرتافتن خدمت میکنه ساخته شده. البته جمع هاوس تایوره او میگرفتگین بوسیمنی باسین میگیم و تایوره مرا تو با بوده برای منتاج افرغونه یوگا سپیس منتاج بریگادش اومده کارکار سودیم با غیر از کارگرای خودمون جلب کرشگی رایون 3 توچکا 3 بریگاده سوارشکو کارکار است. ولی امروز نورانی ها برای همه دیدن محصول مهنت شما آمدن. البته شما یک هیجان بوده که سازران. اکا هیجان هم گویم میشه لیکن اصلا این اینیشیاتیو اخدم برآمد چون که من دوام من 8 ماه 9 ماه بوس در قشلاق خودم هیچ تدبیر نمیشه سحر میبیام بیگونه میرم برای دگیجوی کی وخره چی میکنی چی کارسای چی ساز هر زمان با واسطه که تلویزیون نشون میدی تو اشتباه شدم میپرسم برای یک فکر کردیم در عرفه ایدی نوروز یک سیاحت کرده نورانی آورده کورای کراگو نشون دید چون که اصلا اینجا نه تمام رایون کار کرد که بسیارتر اکا همون فرزنده همه اقصاقوری دیویرون هم برای بدنش به همین سیاحت تشکیل کرده. در حقیقت نورانیان به هنگام سفر و این سیاحت ناتکرار بار دیگر به اقتدار و بزرگی دولت ازبکستان باوری کامل حاصل کردند. در دوام مدت کوتاه بنیاد کردن این انشاءات بزرگ کار سهل نیست. بعد تماشای بیناهای ساحل دریا و دعا و فاتحه نیک با تکلیف خلیل جان عمرف همگان به بلندی قریب 300 متر یعنی به حدود استانسی دومی آب راه گرفتند. میگویند که سخن از دهان لقمان خوش است. ما از تأثیرات گرفته نورانیان پرسان شدیم و آنها آید این سیاحت اینها را به زبان آوردند. با همین ساختمانچی و اومدی کار سیاحت و سلامتی تن و جان ساق با آخر رسانن هم بیرق ازبکستان همی بالای همه وایبا او اینجا گفتن که هم میزن هم گفتن همه بیرق ازبکستان در بالای همین قیر زده همین 1450 گکتر زمین همون آباد شود ایلان سلامت باشند پرزیدنت همون هیچ کم نشوند با یک بار دیگه اعتبار کنن اگر نهایت کاری کلان میشوند اگر من ایروپورت ساخته ایستادی از این بهم با آبادی بسیار خوب میشود زور بسیار تاثیراتی که یک مونده میگیره یک سال تاثیر عمرو یک 5 سالی با زیاد چیز می چی همینجا دیده کاری کرگی اینو دیده و من با حکمی ولایتمون رحمت با حکمی ناحیه‌مون همشون با اومد میطلبن صحت سلامت باشن تن و جانشون سالم باشن. من با تشبوس پرزیدنتمون و حکومت ریسپوبلیکای ازبکستان برای سوخنده آبادداری کردن جوانان را با کار تامین کردن خلق فراوانگیش نظر انده گرفته ایستاده پرزیدنت ما اهمیتش کتی در همین ساختمان من البته خودم از سر کار همین جنده هستم روی سرشوی همین ساختمان نساسی قیراق به نهایت از طرف دولت غمخواری بسیار دیده شده است که تستر با مهلت کوتاه همین نساس رو برپا کرده خلق رو با کار تامین کردن. من اگه توجه ببینم که امروز کیفیت نورانی‌ها بسیار ناست در طرف عید نوروز من اعتبار حکومت دیدن یک بار دیگه با چشم خودشون من خودش با چه همین تصورات من خودم اصلش انور جان انجینیر من همین این ثواب اساسی همه آبیاری کردن انده اساسا یک چند سال من خودم هم کار کردم همین
به نهایت من همه فخر میکنم که من همه اساسنده همه سوهند کار کردم با چونکه این ثوابش کلان من نورانه هم روز دیده نخود کی پیاده برآمده نمیتونسته با اتوبوس که ما برآورده 200 متر 300 متر بلندی و نصف کوه سوخمو ادرو برآورده نخود که ما هم سوخمو همه خیلی آباد شده استوده باشه ولی شما باور نکردید من امروز باور کامل حاصل کردم من البته خرسندم بسیار البته باز یک بار دیگه میگم من با حکومت ازبکستان و پرزیدنت ما منداری کلان اظهار میکنم با استازای آورده استازا روزی گرفته من همه کارهای نو در عمل اجرا کردم بیادت درگاه نه بیادت شکر من اینم تن جونی ساق یکم ساق سلامتی همه تکنیک سروبر شده اینجا آورده کار فرمیدن این کارهای حاضر نه همه تکنیک خفسزی خود داشت به روایت کرده آورده کار کردگیاتون و من موفقیت میپرسیم خلیل جان برای شما این کارا استاد انامی خلیل جان شو اما که جمالدین خدا رو جوش ای جنت خدا رحمت کند و چون که کورگزارشون بلند راهبرشناس همه طرفه بدن من یک ماده 35 ترانسفورماتر مد خیراق با ایتول آورده همونجا به سنوکه کرگیم جوش مونده من توفیل امک جمالدین من زنجیرو پیدا شد در همینجا Ulinga birden hasta gül Yendi uzunuz bulduk müstakil Yol başımız ni gebler yiyim akıl Kandırırsın o tekhalarımız Kandırırsın o tekhalarımız Ana ya vayla guya kayrak ben abiya Ana ya vayla guya nedir ben abira İmahma kâyi Ramazan Açıkan kerdim Ramazan khazan Vadiye dadi vakti kay azan Alamat belen alabdar ayım İyi kerdi Oy همه جایه آباد کردی این کردی همه جای گل زنگار کردی انا یا ویلا گویم درد کاد به ما کجانت آمساد رکی رشتان اکان یکد آمساد رکی رشتان خربزی امر یک شیطان به پیشکی آچه خانای مونتان علاواش بلن هجده میلدار انا میگم من دردکای دلم یک و میگم من دردکای دلم یک و میگم من با مکات بازیر کردم بندی خاشاک چوه در میگرد مکی قاشق سوختی یک مورد آی کن داشتاش علاوات بلن هجده میلدار انا یا ویلا گویا خیراق بن بیا یا ویلا گویا اینجا ها بیا اکا جان دامساز ادر ششندنونکی فتر گپکایی زدگم بغلم نخیر علاوات بلن علاب دار آیم انا یا ویلا گویم خیراق ببیا از تماشای طبیعت زیبای وطن عکای معروفشان را الهام جوش زد و زیر خرسک نورانیان سرودی دوست داشته خود بله مرغک را زمزمه نمود.
بله مرغکم بله بیچاره مرغکم بله بله مرغکم بله بیچاره مرغکم بله شغل مرغک را خورد است کدام مرغک را خورد است همان مرغ خانه دار آچه دار بچه دار شوجه دار بابا با من آورده بود او را با من آورده بود ای اه هوبا ای اه هوبا ای بله مرغکم بله بیچاره مرغکم بله بله چوجه هم بله بیچاره مرغکم بله الله یار جان بیرن افتارن مبارک بکرته گلی نارن مبارک الله یار جان بیره افتارن مبارک بکرته گلی نارن مبارک شغال مرغک را خورده بود کدام مرغک را خورده است همان مرغ خانه دار آچه دار بچه دار چوجه دار برا با من آورده است برا با من آورده است ای اه هوبا ای اه هوبا تو را جانم مرا جانو نگوین تو را شم مرا دیوانه گوین ای خدا داده به تو چشمان شهلا مرا از خویشتن بیگانه گوین شغال مرغک را خورده بود کدام مرغک را خورده است همان مرغ خانه دار آچه دار بچه دار شوجه دار او را به من آورده است او را به من آورده است ای اه هوبا ای اه هوبا شما واسه آخر سنده امریکا سرود خوندید دیمک تاثیراتون نغزه رحمت تاثیرات عجایب شدی من اقساقلوم و پنسانی رو همه افتابازن کار کرده چند اگر من خیلی عبودیه اکن بسیار عبودیه شروعش اکن دیدیم بعد شما ما همه من راهبرای همین مولانگ اوبانبار همینجا همه خیلی عبودی کردیم جدا خرسان شدیم دو تاثیرات کلان موندیم توربه های دیده این بلندی های همه خیلی عبود شود اگر یک روز گلی گرسنه شده همه اکو جونات و مرسوس قیراق بوده گشتن بگیرم اگر سوزو خرسان ما همه تاثیرات ما بی‌نهایت شروع شد همه اقساقلوی هم رحمت همه اون بوین همه یوشوی هم عمر دراز بینن همینجا دستشون رسونده کار کردگی هم بسیار بسیار نقص حیات گذرانن من همینجا آباد شود و خلق سخمو دایم خرسان شود علالحق این گونه زیبایی و در اساس اعتبار سرور دولت آباد و زیبا گشتن یک حدود کوچک رسپوبلیکا اهل این کشور کهن و جاوید را سوی شادمانی و البته شکرانگی دعوت می کند. اگر از زیبایی های وطن کوچک ما سخن و تکرار دیدنی خواهد مرحمت ما شما را انتظاریم. با گلدستی حضرت انسان ثمره اعتبار و اصلاحات های حیات بخش اگر به سوخ تشریف فرمایید بار دیگر باوری حاصل میکنید. خیر مقدم به سوخ مهمانان عزیزی کشوری ناتکراری ما.